سلام و درود، امیرجی هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار با هم آموزش فارم رید رو با هم یاد بگیریم. اگه از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید و تو کامنت بنویسید که چه فارمی رو با هم درست کنیم و بنویش معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. برای ساخت فارم رید شما اول اصلا باید یه پلیجر آوتپوست پیدا کنید. بعدش بیایید از سطح زمین 120 بلاک برید بالا که من الان رفتم بالا. دقیقا 120 بلاک باید برید بالا که هیچ مشکل تو اسپان کردنش پیش نیاد. یعنی فارم قبلی من یه مقدار فاصله میگیرم. فکر کنم یه مشکل پیش نیاد. بعدش اینجا که اومدید یه پلتفرم باید درست کنید که بتونید چستاتون رو بذارید داخلش. به این صورت بعدش یه 4 بلاکی خالی میکنید که هاپرها رو داخلش بذارید. چست و هاپر کویناش هاپر. بعد هر چقدر خواستید میتونید خودتون بهش چست اضافه کنید، اما فعلا برای شروع همینقدر کافیه. بعدش برجک های شیشه باید 20 بلاک برم بالا. 20 بلاک میبینید بالا. بذارین کنن چقدر بود؟ 200 برم 220 220 برای الان اینجوری باید یه برجک با ارتفاع 20 درست کنید دورتادرش رو که مابا از اونجا بیفتن پایین و بمیرن. خب حالا که این محوطه رو درست کردید، این چند بلاک هم بذارم. خب حالا 6 بلاک باید از 2 تا کنج متفاوت برید به سمت دیگه. 2 3 4 5 6 بلاک هم باید از طرف مقابل این که یه مربع بزرگ بشه. 1 2 3 4 5 6 و باید بین اینا رو پر کنید. خب حالا این میشه محل اسپان. بعد دورتادرش رو با 6 بلاک با هر بلاکی که دوست دارید بیایید بالا. خب حالا که این کار کردیم اینجا رو با برگ یه لایه میپوشونیم که هیچ مابی روی دیوارا اسپان نشه. خب حالا جهت مخالف اون سوراخی که باید بره یه 5x5 درست میکنیم. این الان 5 این ورم یه چنین حالتی بشه که جریان آب رو به این سمت بکشه.
اگه داخل اقلیم سرد درست میکنید حتما یادتون باشه که باید ترش بغل آبتون بذارید. اینجوری میشه. حالا با استفاده از تابلو اول جلوی آب رو بگیرم. اینجا اوکی شد. حالا از بلاک سومی شما باید تابلو بذارید. آب اول بذار جمع کنم. اشتباه شد. فکر کنم دیگه مشکل نباشه. اوکی. آبم بذاریم و کارم با این بالا فعلا تمامه. و وقتی این کار کردید باید این ستونی که درست کردید 7 فلاک بیایید پایین تر و یه محوطه کوچیک برای ویلیجرتون درست کنید. 2 4 6 7. یه 2 بلاکی کافیه که یه تخت و یه فلشینگ تیبل بذاریم. اینم از فلشینگ تیبل. یه محوطه هم دورش درست میکنیم که خودشون نندازه پایین یه وقت. بغلش هم روشن میکنیم زامبی اسپان نشه، خود ویلیجر اسپان میکنیم. اگه میخواید تو حالت سروایول این فارم رو درست کنید باید با همون آسانسور بیارید. راه دیگه ای نمیدونم واقعا. اینجا هم یه چنین چیزی درست میکنیم و فارمون تکمیله. الان برای اینکه بد اومن بگیرید 2 تا راه دارید. یک اینکه اون پرچم داره آوتپوست رو بزنید اگه پیداش کنید، البته اگه اسپان شده باشه که نشده. اگر هم که نشده باید بد اومن برای خودتون بگیرید که احتمالا نوشتم رو صفحه. این کد رو که بزنید بد اومن میگیرید و رید اسپان میشه. و رید اسپان شد. من بریم کارکردش هم ببینیم. فکر کنم رو این سمتیه اسپان شده، چون که آره این ور اسپان شده. گیر داره چون من 2 تا فارم نزدیک هم ساخته بودم. رو این یکی اسپان شده کلا. این ورم احتمالا باید اسپان بشه. نه روی این یکی اسپان شده کلا. شانس ما خواستیم یه ویدیو بگیریم تر خورده توش. آره دیگه، نتیجه اخلاقی اگه میخواید فارم رید درست کنید به همون یکی
راضی باشید. روی یکی نمیاد. حالا اینا رو ولش. من اینجا 1 ساعت پشت سر هم دیگه این رید رو اسپان میکنم و نتیجهش هم تو ویدیوی کوتاه بهتون میگم. دوست داشتید حتما به تماشا کنید و خیلی ممنون تا اینجا ویدیو با ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم آن کنید و تا ویدیو بعدی بدرود.